تویوتا به تازگی یه شاسی بلند تمام الکتریکی جدید عرضه کرده با قیمت باور نکردنی $13,000 که کل صنعت خودرو رو شوکه کرده. این فقط یک خودروی ارزان قیمت نیست، بلکه حرکتی انقلابیه که ممکنه تسلا رو وادار کنه همه چیز رو از نو بازنگری بکنه. به باور خیلی ها تویوتا در رقابت خودروهای الکتریکی عقب مونده بود، اما حالا با فروش این خودرو حتی با ضرر قصد داره بازار رو پس بگیره و فروش جهانیش رو در اختیار بگیره. در این ویدیو بررسی میکنیم که تویوتا چگونه این کار رو انجام داده، چه معنایی برای تسلا داره و آیا این بزرگترین قمار اونها تا امروز بوده یا نه. با من همراه بشید و این ویدیو رو از دست ندید. بریم سر اصل مطلب. چه اتفاقی افتاده؟ برای سالها خودروهای برقی لوکس، هیجان انگیز، آینده نگر و البته بسیار گران قیمت بودند. تسلا، BYD و ولکس واگن در این زمینه پیشرو بودند و قیمت‌های بالایی رو تعیین می‌کردند که میلیون‌ها راننده رو همچنان در دنیای خودروهای بنزینی نگه می‌داشت. اما حالا تویوتا همه چی رو به هم ریخته. با مدل BZ3X آشنا شید. یک شاسی بلند کاملا الکتریکی با قیمتی اونقدر پایین که ممکنه فکر کنید شوخیه. در دنیایی که تسلا مدل وای بیش از $40,000 قیمت داره، تویوتا یک خودروی تقریبا مشابه با حدود 1/3 قیمت عرضه میکنه. این فقط یک معرفی خودرو نیستش، یه اعلام جنگ به بقیه شرکت ها. تویوتا این خودرو رو در چین معرفی کرده که توسط GAC تویوتا تولید شده، یه شرکت مشترک بین خودروساز چینی GAC و تویوتای ژاپن. اما نکته عجیب اینجاست، تویوتا حتی از فروش این خودرو سود نمیبره. درست شنیدید، این یک قمار حساب شده است برای پس گرفتن سهم بازار، مخصوصا در چین، جایی که تویوتا ماه به ماه در حال باختن به BYD و تسلا است. BZ3X با قیمت پایه $100,000 چین عرضه میشه که معادل $13,800 آمریکاست. مدل گران قیمت ترش 2 برابر حدوداً قیمت داره، $27,500. این ماشین از ماه مارس سال آینده توی چین قرار تحویل داده بشه، ولی از الان میشه با پرداخت $275 پیش خریدش کرد. اگه تویوتا این خودرو رو با این قیمت توی خارج از چین هم عرضه بکنه، قطعا یه انقلاب خیلی بزرگی خواهد بود. ولی سوال واقعی اینجاست، آیا این خطرناکترین حرکت تاریخی تویوتاست یا هوشمندانه ترینشه؟ و اینکه چرا این ممکنه بزرگترین تهدید تاریخ تسلا باشه؟ بریم ببینیم این خودرو چه چیزای خاصی داره. زیر ظاهر شیک BZ3X یک موتور الکتریکی 150 کیلوواتی قرار داره که حدود 201 اسب بخار نیرو تولید میکنه. در سطحی مشابه شورلی بولت EUV و برخی مدل‌های هیوندای کونای الکتریکی. اما فقط اعداد نیستن که مهمن. تویوتا این موتور رو طوری طراحی کرده که گشتاور آنی ارائه بده. یعنی وقتی پدال گاز رو فشار میدید، فوراً ماشین واکنش نشون بده. چیزی که در این رده قیمتی غیر منتظر است. اکثر خودروهای برقی ارزان قیمت در شتابگیری مشکل دارند، اما نه برای BZ3X. با توجه به نسبت توان به وزن و پیکربندی سیستم انتقال قدرت، کارشناسان تخمین میزنند که این شاسی بلند در کمتر از 8 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر برسه سرعتش. سریعتر از بسیاری از شاسی بلندهای بنزینی همردش. برای مقایسه شورلی بولت EUV حدود 7.2 ثانیه، ولکس واگن ID4 حدود 7.8 ثانیه، هیوندای کونا الکتریکی حدود 7.6 ثانیه. حالا تویوتا داره عملکردی مشابه ارائه میده با قیمتی حدود نصف قیمت این ماشینا. یکی از نگرانی‌های رایج در خودروهای برقی ارزون برد پیمایششه. بسیاری از خودروهای 100 پایه بیشتر از 240 کیلومتر با یک بار شارژ نمیتونن حرکت کنن که باعث اضطراب در رانندگی میشه. اما تویوتا در مدل پایه باتری 50 کیلووات ساعتی لیتیوم آهن فسفات قرار داده یا همون LFP که طبق استاندارد چین تا 430 کیلومتر برد داره که در دنیای واقعی و طبق استاندارد EPA حدود 300 کیلومتر بردشه. کاملا مناسب برای رفت آمدهای روزانه، سفرهای آخر هفته و مسیرهای بین شهری کوتاه. وزن باتری هم فقط 377 کیلوگرمه. برای برد بیشتر هم 2 تا نسخه دیگه با باتری‌های بزرگتر وجود داره. یکی باتری 60 کیلووات ساعتی لیتیوم آهن فسفات داره که بردی 520 کیلومتری طبق استاندارد چین یا همون CLTC داره یا حدود 365 کیلومتر طبق استاندارد EPA. یه مدل دیگه هم هست که طبق استاندارد چین بردش حدوداً 620 کیلومتر که میشه حدوداً 435 کیلومتر توی استاندارد EPA. شارژ این خودروها هم از 30 تا 80% و تخمین زدن حدوداً 24 دقیقه طول میکشه برای توان شارژ حدود 150 کیلووات. رقابتی با بزرگان بازار ماشین‌های برقی اما با قیمتی شکست ناپذیر. یکی از جنبه‌های شگفت‌انگیز BZ3X میزان فناوری‌های کمک راننده‌ای است که تویوتا در این شاسی بلند قرار داده. این خودرو مجهز به چیپ NVIDIA Drive
AGX Orion X که همون چیپیه که در قابلیت آتوپایلوت و فول سلف درایوینگ تسلا استفاده میشه که الان در دنیای خودرو بهترین چیپ کامپیوتری محسوب میشه. این خودرو 27 حسگر داره، شامل 11 دوربین با کیفیت بالا، 12 رادار اولتراسونیک، 3 رادار موج میلیمتری و لایدار. احتمالاً لایدار و بعضی از این حسگرها فقط روی مدل‌های گرانتر نصب میشه. لایدار برای اون عزیزانی که نمیدونن مخفف لایت دیتکشن اند رنجینگ و یه فناوریه که با استفاده از پرتوهای لیزر فاصله اجسام تا دستگاه رو اندازه‌گیری میکنه. این سیستم بیش از 25 ویژگی کمک راننده داره، از جمله تشخیص سرعت مجاز، تشخیص چراغ راهنمایی، پارک از راه دور و هشدار نقطه کوه. اساسا میتونیم بگیم یه سیستم مشابه با اتوپایلوت تسلا داره. این ویژگی‌ها معمولاً تو خودروهای لوکسی مثل تسلا، مرسدس بنز و BMW قرار داره و نه در یک خودروی الکتریکی که قیمتش حتی از قیمت یک هوندا سیویک فول آپشن هم کمتره. وقتی اسم خودروی ارزون میاد احتمالاً تصویری از پلاستیک خشک، صفحه نمایش کوچیک و فضای داخلی ساده به ذهن میرسه. اما وقتی وارد BZ3X میشید متوجه میشید چقدر این تصور اشتباهه. توی این ماشین صفحه نمایش مرکزی عظیم 14.6 اینچی، نمایشگر دیجیتال راننده 8.8 اینچی، سیستم صوتی یاماها با 11 بلندگو در حالی که اکثر خودروهای مشابه فقط 6 تا 8 اسپیکر دارن، شارژ بیسیم موبایل، تعبیه مجزا برای صندلی‌های عقب، درگاه‌های USB، نورپردازی داخلی با 32 رنگ مختلف، 7 ایربگ ایمنی و سیستم فرمانپذیری صوتی که البته با زبان چینی هستش تو این ماشین ارائه شده. توی این بازه قیمتی این سطح از امکانات تقریباً بی‌سابقه است. شاید فکر کنید یه خودروی الکتریکی با این قیمت قطعاً باید یه ماشین کوچیک، ساده، شبیه هاچبک‌های شهری باشه. اما BZ3X اینطور نیست. این خودرو 4.6 متر طول داره، تقریباً هم اندازه تویوتا رف4 و تسلا مدل وای. یعنی نه تنها با ماشین‌های شهری رقابت میکنه بلکه با کراس‌اوورهای سایز متوسط هم وارد رقابت شده. علاوه بر اندازه، طراحی ظاهری بسیار مدرن و آینده نگرانه داره. جلو پنجره بسته برای آیرودینامیک بهتر، چراغ‌های LED تیز، خطوط بدنه تند و جذاب و طراحی برای کاهش درک و بهبود برد خودرو. توی این بازه و رنج قیمتی تویوتا میتونست خیلی ماشین ساده‌تری بسازه ولی با این کارش خواسته رقابت رو برای رقیبان سخت‌تر بکنه. با قیمت تقریبا $13,000 یه جورایی میشه گفت این قیمت یه جورایی باور نکردنیه. ولی حالا چطوری تونسته تویوتا با این قیمت پایین و ارزون خودرو بسازه؟ جوابش هم اینه که تنها نبوده. تویوتا برای ساخت BZ3X با شرکت چینی GAC شریک شده که یک تولید کننده حرفه‌ای در فناوری باتریه و تبحر خاصی توی تولید کم هزینه داره. GAC نقش کلیدی در کاهش هزینه‌ها داشت، به ویژه در زمینه باتری لیتیوم آهن فسفات که هم ارزان‌تر و هم با دوام‌تر از باتری‌های لیتیوم آیون سنتیه. علاوه بر باتری، GAC با معماری که به ماشین داده وزن خودرو رو هم خیلی پایین آورده. ترکیبی از مواد مستحکم ولی سبک که هم هزینه رو پایین میاره و هم کیفیت رو حفظ میکنه. این هم باید اضافه بشه که تویوتا با این خودرو نه تنها سود نمیکنه بلکه ضرر هم داره میده. سیاستشون در آوردن پول و سود کردن از این ماشین نیست، بلکه فقط میخوان دوباره سهم بازارشون رو توی چین به دست بیارن. این همکاری فقط صرفه‌جویی مالی و یا سودآوری نبوده، بلکه پایه‌ای برای آینده خودروهای الکتریکی تویوتاست. تویوتا همیشه خودش از رقابت شدیدی که توی قیمت خودروها توی چین بود شاکی بود و یه جورایی غر میزد، ولی حالا خودش اومده این رقابت رو حتی شدیدتر هم کرده. این قیمتی که تویوتا قرار ماشینش رو ارائه بده واقعا عجیب غریبه. قطعا برای مصرف کننده خب یه چیز خیلی خوبیه، ولی خب سوال اینجاست که آیا تویوتا میتونه با همین قیمت این ماشین رو تو کشورهای دیگه هم ارائه بده یا نه و اصلا قصد این کارو داره یا نه؟ زمزمه‌هایی هستش که مقصد بعدی این ماشین استرالیاست، ولی خب در مورد قیمتش هنوز صحبتی نشده، ولی معقولانه هست که قیمت یه مقدار بالاتر باشه تو کشورهای دیگه، شاید به بازار اروپا و آمریکا راه پیدا بکنه، هنوز مشخص نیست، ولی خب احتمال خیلی زیاد قیمت‌ها بالاتر خواهد بود. و سوال اصلی اینه که آیا تویوتا برای اینکه این قیمت رو بتونه ارائه بده از کیفیت خودروهاش زده یا نه؟ و سوال مهمتر اینه که آیا تویوتا با ارائه این خودرو که حالا داره ضرر هم یه جورایی میده میتونه منافع بلند مدت خودش رو تضمین بکنه یا نه؟ دوست دارم نظر شما هم در مورد این خودرو و اتفاقاتی که افتاده بدونم. توی بخش نظرات نظرتون رو بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.